سلام دوستای عزیز، با امید صحت و سلامتی تان هر جایی که باشید آرام و صحتمند. امروز طرز تهیه چکن بمبئی چکن بریانی داریم. البته در 1 کیلو برنج است و 1.5 کیلو گوشت مرغ که در به اندازه 1.5 گلاس روغن و 2 دانه پیاز خرد کردیم. پیاز رو میگذاریم خوب گلابی شه و بعد 2 قاشق نانخوری سیر تازه اد میکنیم، البته سیر کوبیده، و 2-3 دقیقه برای پیاز سرخ میکنیم سیرک و خوشبویش میکشه با هم. و حالا تقریبا این 3 دانه بانجانی کلان است. شما اگر بانجانی کلان باشه 3 نیم دانه، اگر نباشه متوسط 4 دانه بانجانی کفایت میکنه. بانجانی خود کنی و همراه پیاز با هم مکس کنید و چند دقیقه سرخ کنید. و این هم 2 قاشق نانخوری جنجر و یا زنجبیل تازه اینه شامل میکنیم و با اون مکس میکنیم. و هم 1 قاشق چای خوری چکن پودر، 1 قاشق چای خوری چاینیز نمک و 1 قاشق چای خوری زردچوبه و تقریبا حدود 2 الی 3 قاشق غذاخوری بمبئی چکن بریانی مساله اد میکنیم. و این هم تقریبا 1.5 کیلو گوشت مرغ است. البته گوشت مرغ ما همیشه از ران مرغ میگیرم، چون سینه مرغ سخت میکنه، خیلی سخت میاد و از ران مرغ بسیار مزه‌دار نرم ملایم گوشت میاد. گوشت با هم چند دقیقه سرخ میکنیم، مکس میکنیم با تمام مساله. و هم حدود 1.5 قاشق و 1 قاشق داخلی جعفری بنازید. جعفری هم بریانی را بسیار مزه‌دار میسازه. البته جعفری در دکان‌های پاکستانی ها، در این دکان‌های هندی ها فروخته میشه. و 2 دانه لیمو یا 3 دانه لیمو رو خرد کنی شامل کنی، به خاطر که یکی خوب گوشت خوشمزه میکنه و دومی که خامبوی گوشت از بین میبره. و حالا بگذارید 5-10 دقیقه کمک سرخ شود گوشتون و بعدا 1 کپ ماست، 1 گلاس ماست اد کنیم و بعد خوب مکس کنیم با هم تا که ماست کاملا مکس شود. اینجا آب گذاشتیم و در آب تقریبا 3 قاشق غذاخوری و طبق ذائقه نمک بریزیم و 2 قاشق غذاخوری آیل به خاطر که برنجتان نمیشکنه و برنجتان چسب دیگه نمیچسبه، بعد که نرم شد برنج دانه دانه جدا میمونه. و بگذار جوش که بخورم یا قورمش تیار است آلموست. و حالا برنج اد میکنیم. برنج صاف میکنیم، برنج ما نرم شد صاف میکنیم. البته برنج تقریبا 60% پخته شود یا 70% پخته شود، زیاد پخته نکنید دیر از برشتان برنج میره. برنج سیله نیست، برنج باسمتی است و گوشت دلال های اجزا نقلم 1 لای برنج، باز قورمه، باز برنج، باز قورمه، 2 لای یا 3 لای، نظر به اندازه بریانی است چقدر شما برنج دارین. و گوشت هم را گفته نمانه که مکمل پخته نمیکنیم. گوشت هم کمی سخت میمونه که در دم نخواد نرم میکنه بسیار زیاد. اگه مکمل نرم کنید در دم گوشت است میره. گوشت وقت نان کشیدن گوشت جدا میشه. بعدا اگر در خانه رنگ دیگ اگر آبی داشتی، نیم قاشق چای خوری با نیم گلاس آب مکس کنید و به این شکل بریزید.
و برای 15 الی 20 دقیقه دم بدیم. البته من گفتم اونا دم دادن حتما یک پارچه پاک بگذاری بخاطر که آب سرپوش میگیره و بخار میگیره. اگر نمانه او کلش پای میره برنج دان نرم میسازد. یعنی 15-20 دقیقه دم دادیم. برنج ما تیار است. واه 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 چه بریانی، بسیار بریانی مزدار. ببینیم گوشت افتاب چه نرم کنیم. باز هم در دیگ دم گرفته، بسیار نرم شده. و حالا یک نیم دست گشنیش تازه و نیم دست نانای تازه را با هم خورد کنی و در سرش پاش بتیم و بسیار مزدار میاد.